خب سلام دوستان. فصل تابستون علاوه بر میوه‌های خوشمزه‌ای که داره بله. خب سلام دوستان. فصل تابستون علاوه بر گرمای طاقت فرساش چند تا مزیت دیگه هم داره دیگه. مثلا یکی از بزرگترین مزیتاش فصل میوه‌های خوشمزه مثل گیلاسه که من خودم به شخص عاشق گیلاسم، و فصل طبیعت گردی و کمپینگه. واسه همین دوست داشتیم یه ویدیو راجع به تجهیزات در واقع اسپرسو سازها یا گجت‌های دمی مسافرتی درست بکنیم. واسه همین گفتیم که با شما این موضوع اشتراک بزنیم ببینیم که از نظر شما چه موضوعی یا چه ویژگی‌هایی واسه خریدن یه اسپرسو ساز یا گجت دمی مسافرتی حائز اهمیت واسهتون و باعث میشه که اون گجت رو انتخاب بکنید. اینجا حالا چند تا گجت مختلف داریم. یکیشون اسپرسو ساز برقی اوتینه، یه اسپرسو ساز بسیار با کیفیته که حالا توی ویدیوهای قبلی دیدین که یه ست در واقع اضافه داره، یه ست آپگرید داره که بسکت صنعتی میخوره، بسکت 18 گرم میخوره. کیفیت اسپرسو تو اون بسکت بسیار عالیه، ولی خب هم محفظه واسه قهوه کپسولی داره، هم بسکت تحت فشار. نانوپرسو واکاکو هم که همه تقریبا میشناسنش و خب کلا واکاکو تجهیزات مسافرتی خیلی خوبی تولید میکنه. پیکوپرسو داریم اینجا، اسپرسو ساز استراسو داریم اینجا که این مخصوص قهوه کپسولیه. اینجا باز یکی دیگه از اسپرسو سازهای دستی استراسو داریم که این بسکت غیر تحت فشار میخوره. گجت فلو مدل زیرو این که واسه حالا تقریبا میشه گفت که واسه اسپرسو و گراین سایز توی این باید یه چیزی هولوش مکاپات بین مکاپات و اسپرسو باشه. و اینجا گجت دمی فلو رو داریم. خب اینجا دو تا از گجت های دمی مسافرتی برند واکاکو داریم. پاموکا من خودم خیلی دوست دارم این گجت رو و خب قبلا هم توی چنلمون راجبش ویدیو درست کردیم، دوست داشته باشید میتونید بعداً برین ببینید، کامل بررسیش کردیم. گجت کاپاموکا واکاکو که این یکی فیلتر میخوره، اینجا میتونید فیلتر V60 رو بذارید و قهوه رو نوش جان بکنید تو مسافرت. خب حالا ما دوست داشتیم که این موضوع باتون به اشتراک بذاریم و در واقع از سوالات شما، در واقع بر اساس سوالات شما بتونیم این گجت ها رو بررسی بکنیم و با هم مقایسهشون بکنیم. پس خوشحال میشیم. نکاتی که راجع به یه اسپرسو ساز یا دمی ساز مسافرتی واسه شما ویژگی حساب میشه و باعث میشه اون محصول رو بخرید و با ما در میون بذاریم که ما بتونیم حداقل به شما بگیم که مثلا نسبت به اون چیزی که مد نظر شماست کدوم یکی از گجت ها مناسب شما. سوالاتتون رو با ما در میون بذارید تا بتونیم از سوالاتتون به عنوان راهنما توی ویدیو بعدیمون استفاده بکنیم. خیلی ممنون.